زنی دو کودکدار گرفتن یا سه کودکدار گرفتن، این در اسلام جنایت نیست، در اسلام یگان گناه هم نیست. اگر کدام جوانی که زنی بیوه هم که گیرد، ولی بچه از زن نگرفته، اگر زنی بیوه هم که گیرد، این در اسلام گناه نیست برادرای عزیز و گرامی. لیکن فقط زن گرفتن با طریقی از روی دستورات شرعی باشد، یعنی مادامی که وی اگر شوهرش طلاق نداده باشد وی در نکاح او هست و همخوابه شدن این مرد با این یا نکاح کردن این گونه زن، این نکاح نیست و همخوابگیش زنا هست. زندگی چرخ گردون است، خواهی نخواهی میگذرد. هر یک انسان برای سلامتی باید توجه کند. توجه برای فرد شوی، برای پرستاتیت، برای قوه مردانگی. اگر خواهید که همین قدر از اون نکشید، با شرکتی شفافرما برای خرابشوی مراجعت کنید. برای انسانیت از همه اساسش سلامتی است و خواهید که سلامت باشید، با شرکت شفافرما مراجعت نمایید. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد و از نام شبکه دکتر بختیار گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. مهلت حیات ما و بدبخت و نیکبخت شدن ما کتابت می شود. از این خاطر هر کدام ما اگرچنده که خاتمه مونه نمی دانیم، گفتی حضرت مولوی جنون رحمت و مغفرت چون کند، مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. یعنی مسلمان مردن اعتباری دارد، مسلمان بودن در دنیا نی. ببینیم انسان ها از خاتمه شون بسیار می ترسیدن، بسیار از خاتمه می ترسیدن. خاتمه ما چگونه انجام می گرفته باشد. از خاتمه هیچ کدام ما و تو درک نداریم. نمیدانیم که ما و شما وقتی نزع جان، وقتی که رسول الله، وقتی که پیک رحمان حضرت عزرائیل به سراغ ما و شما می آید، آیا در حالت نزع جان ما چگونه جان تسلیم میکنیم؟ آیا شیطان ایمان ما را، ما ایمان ما را در شیطان میدهیم یا نمیدهیم؟ در عقیده میخوانیم که شیطان قدرت گرفتن ایمان ندارد مگر انسان خودش در دست شیطان میدهد. خدا پرده کند که خاتمه کار همه ما و شما بخیر شود. حتی رسول اکرم انما الاعمال بخواتمها میگوید، همه وقت عمل اعتباری خاتمه را دارد. مولوی هم در اساس همین گفتند مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. عزیزانی که از گریه نیاسود، همه اندوه و خوف خاتمه بود. این دوستای خدا همیشه گریه میکردند، زاره میکردند، شبخیزی ها میکردند، تقوا میکردند. به خاطر چی؟ به خاطر که خاتمه شان خدا به خیر گرداند. لیکن خاتمه به کسی معلوم نیست، لیکن الله میداند. الله میداند که خاتمه ما به چی انجام مییابد. الله اینو میداند. از این خاطر برادر عزیز، بله در مقدرات هست انسان مسلمان میمیرد یا کافر میمیرد، فقط خدا میداند و خلاص. لیکن ما را خداوند در دنیا به عملهای کفر هیچ وقت دلالت نمیکند. هیچ وقت خداوند ما را در راه بد نمیبرد. این موضوع تقدیر انچه مشکل است، فهمیشش مشکل است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
وقتی که صحابه ها اطراف تقدیر بحث و مناظره میکردن، حبیب خدا اونها را منع میساخت که شما در اطراف تقدیر بحث و مناظره نکنید، زیرا که عقل شما موضوع تقدیر قبول ندارد، سواد شما، علم شما به تقدیر الهی نمیرسد، پس شما گمراه میشوید. به این خاطر اینقدر فهمیم دادر عزیز، مسلمان مردن یا کافر مردن فقط الله از ما و شما میداند، لیکن ما نمیدانیم. و در عملهای کفر دست زدن ما و شما این رضاگی خدا نیست. در بعض عملها انسان اختیار هم دارد، در بعض از عملها خدا ما را مجبور میسازد، در بعض عملها خدا ما را اختیار گذاشته است. من انشاءالله اینا را برای شما باز شرح وسیع میدهم وقتی که اگر موضوع تقدیر می آید. لیکن این قدردانی که بله خداوند بعضی از ما را کافر خلق کرد، بعضی از ما را مسلمان. لیکن همیشه ما و شما ترسان باشیم، بین امید و بین خوف ما و شما قرار گیریم، هم امید از خدا داشته باشیم، هم از الله ترسان باشیم. از این خاطر تقدیر در بله این کتابت شده است. السلام علیکم الله. یک سوال دارم. گوشت خام از حیوانهای حلال کردن، مثال گاو، گوسفند، بز را خام خوردن درست است یا نادرست؟ مثلا اگر حیوان زنده باشد و ما و شما یگان اعضای او را اگر بریده خوریم، این حرام است. لیکن وقتی او را ذبح میکنن و گوشت او را خام خوردن، این طبیعت سالم قبول ندارد. اگر طبیعتی که سالم باشد، طبیعتی که درست باشد، گوشت حیوان خام خوردن این فقط عادت حیوان هاست، این انسان طبیعتش قبول ندارد. و این خاطر هیچ وقت شما دادرای عزیز به این عمل هم نزدیک نشوید. هست انسان هایی که حتی صفت میکنن که گوسفند که میکشتن خام دنبه همون فرو میبردن. این یگان صفت ندارد، این یگان خصلت خوب نیست، این یگان بزرگی و شرف نیست. از این خاطر خدا را شکر الله برای ما عقل داده است، برای ما دیگر نعمت های مثل دیگ و مثل روغن و دیگر نعمت هاش داده است. در همون پخته میکنیم میخوریم، تمام، خام نخوریم. السلام علیکم نام عزیز. اگر زنها موی سرشان را تراشند یا مثال مردها کم کنند، آیا در اسلام درست است یا نه؟ حرام است برادر عزیز. کسی که اگر موی سری زن یعنی کم کردن یا تراشیدن مثل مرد، این مشابهه به مردها می شود. وقتی مشابهه به مردها شد، یعنی وقتی که خودش مانند مردها کرد، حبیب خدا در حدیث صراحتا حرام گفته است و لعنت گفته است آن زنهایی را که خودشان به مردها مانند میکنند یا مردهایی که خودشان به زنها مانند میکنند. ولی امروز شما دنیای غرب تماشا کنید، مردها خودشان به زنها مانند میکنند یا زنها خودشان به مردها مانند. امروز که در جامعه های ما و شما هم شده از الله که زنهای ما و شما لباس های مردها را میپوشند، اینم مشابهه به مردها کردن است. از این خاطر تراشیدن موی سر، کم کردن موی سر زن اجازه نیست، اگر چنده که رخصت شوهرشان که باشد. اگر شوهرم اجازه دهد که موی سر تا کوتاه کن یا موی سر تا تراش، برای من همین معقول است، این حرام است، او باید اطاعت نکند. ما اطاعت خالق از اطاعت مخلوق همیشه باید مقدم دانیم. به این خاطر اجازه نیست. اگر یگان بیماری باشد، یگان درد باشد، میلش اجازت است. یگان ضرر و زیانی هست که برای همون زن همون موی سر گویم ضرر آورده ایستاده است یا بیمار شده است یا تراشیدنش ضروری است، میلش اسلام حرج ندارد، مشکلات ندارد، چی مقدارش در کار است گرفتن گیرد، لیکن به ضرورت اجازت نیست. السلام علیکم ناملای عزیز. کبگی که در قفس دارم آزادش کنم خوب است یا فروشمش؟ بفروشش بهتر است. البته ضرر از فایده تو نمیفهمی.
فروشش 4 سومه شود، باز در جانت استفادهش بر، یا ذبحش کن، مثال بکشش، گویم همین اصطلاح امروزتی، بخور در جان شیرینت، اینش هم فایده جانت است. یا میخریش یا بفروش، پولش استفاده بر. کشادش هم که کنی اختیار داری، او در اختیار آدم است، آدم در اختیار او نیست. خدا همه او را برای آدم آفریده است، آدم در اختیار او نداده است. با این خاطر دادر عزیز اون کب در اختیار تو است، ذبحش میکنی، کشادش میکنی، میخریش، همش کاری تو. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، صحتی سری شما را از درگاه خداوند طلبگارم. از نام یک نفر مخلص دائمی شما سوالی دارم، خواهش میکنم هر چی باشد تیزتر جواب گویید. یک شناسم که او را با خوبی شما میشناسید، زندگیش را 4 سال شده است که 4 سال شده است اما فرزنددار نشدند که فرزند داد خداوند است. از همین سبب با یک فاحشه زن که صاحب 2 کودک است همخوابه شده است که او را حتی شوهرش جواب طلاق نداده است. نکاحش نامعلوم، از همان وقتی که با این زن همراه شده است از همه بیخبر، حتی نمازهایشان را میخواند، میگوید که من هیچ کس ندارم. 1 ماه شده است که به خانه اشان نمی رود. پدر از فکر او به فشار خون گرفتار شده است. زنش باشد زن مؤمن و مسلمان، نمازهایش را ترک نمی کند، حتی راضی هست که هر دو را نکاح کند، هر دو را نگاه کند. از شما باز خواهش میکنم که در این باره روشنایی می انداختید که شاید از سخنهای شما از راههای بد برگردد و به خانه بیاید و این مخلصی دائمی شما می باشد. این زن با راه علم کشمیری بچه را از راه برآورده است. یگان طبابت دارد یا نه؟ آیا همین چیز وجود دارد؟ دعا کنید در حق این عائله. با احترام، مخلصی دائمی شما. این برادر کسی باشد گویا مخلصی همین مسجد ما و شما و ما او کس را خوب میشناسیم، نامش اگر چنده که ذکر نکردن و به خاطر 4 سال صاحب فرزند نشدن، این زنی خود ترک کرده است، دنبال یک زنی رفته است که اون زن حتی که تا حال از شوهرش طلاق نگرفته است و خاندان اولی خود ترک ساخته است و پی همون زنی که صاحب 2 فرزند است دنبال همون است. مقصد و یک نصیحت کنیم که باز رفته یا هر دینها را نگاه و بین کند یا با یک خلاصه بگوید. البته نصیحت ما هم همین است دادر عزیز، زنی 2 کودکدار گرفتن یا 3 کودکدار گرفتن این در اسلام جنایت نیست، در اسلام یگان گناه هم نیست. اگر کدام جوانی که زنی بیوه هم که گیرد، ولی بچه از زن نگرفته، اگر زنی بیوه هم که گیرد این در اسلام گناه نیست برادر عزیز و گرامی. لیکن فقط زن گرفتن با طریقی از روی دستورات شرعی باشد، یعنی مادامی که وی اگر شوهرش طلاق نداده باشد وی در نکاح او هست و همخوابه شدن این مرد با این یا نکاح کردن این گونه زن این نکاح نیست و همخوابگیش زنا هست. به این خاطر دادر عزیز اگر آدم نمازخوان باشه کاری کن که عبادتات بیهوده نرود. از همه، از زنم، از فرزندم، از یار و رفیقم، از مال دنیا هم برای تو بهتر این است که پدر تو از تو راضی باشد. وقتی اگر صاحب 4 زنم که باشی، صاحب فرزندای خوشرو هم که باشی، صاحب دستگاه و دکان هم که باشی، پدر و مادر از تو راضی نباشد، نه در دنیا برکت داری نه در آخرت. به این خاطر دادر عزیز از همه بهترین صورت برای تو این است که اول خبرگیری از پدرت کن. هر کاری که پدر و مادر برای تو دستور میدهد امر اونها را اجرا کن، این برای تو بهبودی میارد دادر عزیز. من تو که نمازخوان باشی و همیشه پایبند این مسجد باشی، من برای تو دیگر نصیحتی زیاد ندارم، زیرا شکر خدا که ما اطراف این مسئله خیلی صحبت‌های چند ساله داریم. اگر برای آدم با عقل گفته همون محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است، اگر شعور است
ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم با فهم یک نکته بس است، لیکن آدم نفهمد اگر من تا آخر جمعت را نصیحت کنم مثل یک چراغ در پیش یک آدم نابینا گذاشتن است. و این خاطر برادر عزیز، این زنی که طلاق نشده است ایرا ترک بساز. این زنی تو نیست، این مال دیگر کس است. کما تدین و تدان فراموش نکن. حبیب خدا میگوید کدام دروازه را زدین دروازه زده میشود. کدام کسی را چگونه قرض میدهی همون که قرض منتظر شو. زن یک مرده که دیگر استفاده بردی حتمی زن تا استفاده میبرند. دختر یک آدم دست شقه دختر تا حتمی استفاده میبرند. و این خاطر الجزاء من جنس العمل است. هر جزا از جنس خود. زنا کردی زنا میکنند، دزدی کردی ما تا دزدی میکنند. و این خاطر دادر عزیز اصلاح شو، رو از پدر و مادرت عذرخواهی کن. با زن همون اولی که فرزند ندارد. حضرت عیسی فرزند نداشت، حضرت یحیی پیغمبر فرزند نداشت. این عیب نیست. مصلحت کن. میلش یک زنی که باز با نکاح حلال و تازه و مال یگان کس نباشد در نکاح درار مرحمت زندگی کردن بگیر. السلام علیکم داملای محترم. من یک مسلمان دختری معلومات دار می باشم که مرا با سبب سطر داشتنم در یگان مؤسسه دولتی انقدرش مکتب اجازت کار کردن نمی دهند. می دانم که دعوای بسیار فایده ندارد. پدر و مادر و اطرافیان به من برای این عملم پیوسته طعنه و ملامت می زنند. می خواهند که بی سطر به تعلیمگاه روم، لیکن من این را قبول ندارم، چون که برای من اطاعت خالق بی همتا از اطاعت مخلوقش بالاتر است. در خانه نشستن هم برایم دشوار است، زیرا که من علم عالی دارم. میخواهم که مهنت های کردم بی نتیجه ماند. از شما خواهش میکنم برای بهبودی من دعا کنید. خداوند این خواهر بازم توفیقش زیاده گرداند. و فکر میکنم که از بی‌ستری و بی‌حیایی همون خانه در فرزنداشان تعلیم دهد، این از همه بالاست. میلش معلومات عالی داشتند، خدا خیر دهد. علم داشتی، سواد داشتی که به این فهم این سخن رفتی. و ایلا بی علم و بی سواد میشدی، هر کس را اگر امر میکرد پرتو روی مالتا مقصد پی دنیا را گیر میپرتافتیش میرفتی. لیکن خدا که توفیق و هدایت داده، انشاءالله اون فرزنداتم تعلیم کن. خودش وای مکتب است، بهترین مکتب است. لیکن هیچ وقت راه ندهین، هیچ وقت لباستان گم نکنید. کوشش کنیم ما و شما. ما الحمدلله مسلمانیم، دعوای اسلام داریم. این فرمان الله هست، فرمان حبیب اوست. برادر عزیز و گرامی، اگرچند خیلی موضوع وزنی هست برای گوش کردن بعض شخصیت های بیرون از مسجد ما و شما، مشکل است برای اونها گوش کردن درباره وقتی که یک داملا درباره سطر اگر صحبت کنه یا درباره رویمال انداختن صحبت کنه، حالان که این سر به سر به فایده همین جامعه ما و شماست، به فایده دین ما و شماست. این یگان زلال زیانی ندارد. ما کوشش میکنیم میلش اگرچند که اونها هم کوشش کنن که اینها باید که بی سطر و بی حیا باشند، ما نیز کوشش کنیم که باید با سطر و با حیا باشند. این مبارزه است، این مقابلیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، خداوند شما را نگهبان باشد. من از شما یک سوال را جواب میپرسم. من در صنف 8 بودم. در کوچه ما یک گروه آدمان روس زبان ها ما را درس میدادند. ما اول نمیدانستیم، آنها ما را از دین جدا میکردند، لیکن ما را یک موی سفید از این راه ناحق برگردانید. آنها ما را درباره حضرت عیسی یعنی خریستیانی و ما را هدیه میدادند، پوشاک میدادند و ما را گفتند که این چیزها حرام هستند. ما حاضر 5 پسر این کار را پرتافته و نماز میخواهیم. آیا ما مسلمان هستیم یا نه؟ الحمدلله شما که از این راه نادرست برگشتین و پایبندی باز 5 وقت نماز که شدین، انشاءالله شما الحمدلله مسلمان هستید. لیکن اگر شما همون پایبندی همون خریستیان هایی که امروز شما را به هدیه و به لباس و به
گویم خوراک تأمین میکنن و شما پایبند اونها میشوین، لن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. خدا گفت بغیر دین اسلام هیچ دین از شما قبول ندارد. کسی در این دنیا زندگی دارد لیکن غیر دین اسلام دیگر دین پیرو می شود، خداوند گفت تو از جمله زیانکارها در روز قیامت هستی. بغیر دین اسلام هیچ دین در نزد خدا هیچ قدر و شرف و قدر ندارد. یگانه دینی که خدا در قرآن میخواند این الدین عند الله الاسلام، یگانه دینی که در نزد خدا منزلت و شرف دارد این دین اسلام است. و این خاطر دادر اگر پایبند این میشدی شما گمراه بودین و از جمله زیانکارها و از جمله اهل دوزخیان در روز قیامت بودین. هیچ وقت دادرای عزیز پایبند نشوید. ما گذاشتیم از همون خوراک و لباسایی که یک موقت شما را تأمین میکنن و اونها امروز همون مرکزی گویم که ضعیف بودن ما و شما را فقط در خوراک یافتند. میدانند که بنده های خدا امروز تن پرور شدند، محتاج پول هستند، محتاج خوراک هستند، محتاج شرایط هستند. با این شما را گمراه میسازند پایبند دین خودشان و شما زود است که این دنیا را ترک میسازین در پیش خداوند از جمله زیانکارها میشوید. ما انشاءالله باید همه سختی ها را دادره عزیز تحمل داشته باشیم. همه سختی ها را، همه مشکلات هایی که داریم تحمل کنین دادره عزیز، لیکن دین تا عوض نکنین. و خدا قسم به آبروترین ناکسترین انسان آن کسی هست که امروز دین اسلام ندارد. به این خاطر شما از جمله اونها نشوید. یک سوال از دهه توگرک آمده بوده است، 500 خواجگی که گفته از ما هیچ داملای نداریم که این سوال ها را جواب گویند، از شما میخواهیم. یکم گوسفندی که گوشش بریدگی باشد قربانی می شود یا نمی شود؟ اگر گوش گوسفند کلن بریدگی باشد نمی شود. از 3 حصهش باشد 2 حصهش هم نباشد نمی شود. 2 حصهش باشد 1 حصهش نباشد می شود. پدر دختر 5 ساله یا 7 ساله را میزند، مردم میگوید که وای ببخت میشود. درست است یا نه؟ نه ببخت نمیشود، این دروغ است. یعنی دخترهای 5 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 15 ساله اگر به آدابی کردن، نافرمانی کردن، پدر و مادر حقوق دارد که اونها را آداب دهد، لیکن اونها ببخت نمیشود. بخت اونها در دست الله است. خواه بدبختش میکند، خواه نیکبختش میکند، این خدا میکند. زدن، آداب دادن پدر و مادر نمیکند. 3 طلاق اگر در دست پدر یا مادر یا یعنی یا خواهر داده شود طلاق میشود یا نه؟ طلاق فقط در دست شوهر است. در دست نه پدر است، نه مادر است، نه خواهر است، نه یعنی است، کسی نباشد. در مردم ما و شما عادت شده است وقتی یک جا سفرکی که شود بعد میگوید که من طلاق تو ای زن در دست یعنی پدرم است یا در دست مادرم است. مثلا یک همیخل همچون گویا که این یک احترام پدر و مادر باشد، لیکن هیچ وقت نه پدر نه مادر هیچ کس بغیر شوهر زن طلاق دادن نمیتواند. 4 ثبت شما را در کسیت گوش کردیم که شما اجازه دادین که قبرستانی که 40-45 سال میگذرد جایی از دست که بالای او خانه سازید. یک داملا از وحش آمد و 100 سال که گذرد مزار است. چیکار کنید؟ راستی بر من برای شما دلیل داملا نآورده بودم، نگفتم که فلان داملا میگوید. من برای شما دلیل آوردم که در کتاب خلاصة الفتوا در کتاب کراهیت آمد است که حواشیه او مجموعة الفتوا هست. آمد است که 35-40 سال هر یک قبرستانی که از آخران مرده او میگذرد شما حقوق دارین که بالای اونها عمارت کنین. این
این فتوا از کتاب است. من برای شما داملا و بابای ایشان و بابای شیخ نگفتم. از این خاطر گوش کنید، کتاب شما را فتوا داده ایستاده است. گوش نمیکنید، اختیار دارید. خب قرآن را مانده مال و گاو را به تگش میگذارانند، ممکن است یا نه؟ این یگان معنی ندارد. قرآن هم میگذارند، به زیر قرآن به گاو و چیزی که از مال اسباب انجام دارند به زیر اون میگذارند. چی معنی دارد؟ هیچ معنی ندارد. در روز جمعه قرآن خواندن درست است یا نه؟ ولی هر یک ساعت، هر یک روز قرآن خواندن درست است. برای قرآن خوانی وقتی معین نیست.